تو ویدئوی قبلی OMV رو روی لپتاپ قدیمی نصب کردیم و به اینجا رسیدیم که با وارد کردن IP لپتاپ یا آدرس NAS که اینجا فقرا nas.local بود بهش دسترسی داشتیم. توی این قسمت قراره تنظیمات اولیه اون رو انجام بدیم. درود، من گویبان هستم و به پلیلیست کاربردهای لپتاپ قدیمی خوش اومدید. در این پلیلیست کارهایی که میشه با لپتاپ قدیمی کرد رو بررسی میکنیم و توی این سری ویدیو قراره لپتاپ قدیمیمون رو تبدیل به NAS کنیم. از اینجا به بعد دیگه این آموزش مخصوص لپتاپ نیست. اگه OMV رو روی هر چیز دیگه‌ای مثل رزبری پای یا کامپیوتر دسکتاپ قدیمیتون نصب کردید و الان به صفحه اول اون دسترسی دارید، میتونید با این آموزش ادامه بدید. یوزرنیم پیش‌فرض ادمین و پسوردم اوپن مدیا والته. واردشون میکنیم و وارد صفحه اول OMV میشیم. اول از همه بریم و پسورد پیش‌فرض رو عوض کنیم. بالا سمت راست روی آدمک و بعد چنج پسورد میزنیم. اینجا پسورد جدید وارد میکنیم و روی سیو میزنیم. خب الان دیگه پسورد عوض شد. این صفحه ویلکام هم ببندم که یکم خلوت‌تر بشه. صفحه اصلی OMV داشبورد اونه که الان خالیه. میگه روی این لینک بزنید تا تنظیم کنیم مواردی که خودمون میخوایم روی داشبورد نمایش داده بشه. اینجا دیگه نظر شخصی منه، شما هم میتونید هر موردی که دوست داشتید و اینجا انتخاب کنید. دمای دیسک، فایل سیستم به شکل گرید، به نظرم کلا گرید از سبک تیبلش قشنگتره. لود سیستم، مموری، نتورک اینترفیس، وضعیت اسمارت که ببینیم دیسکامون در چه حالن، سرویس ها، سیستم اینفورمیشن که اطلاعات کلی در مورد کامپیوترمون میده. آپدیت هم میزنم که وقتی آپدیتی برای OMV اومد توی داشبورد متوجه بشم. و آپ تایم. روی سیو میزنم تا این مواردی که انتخاب کردم ذخیره بشه. خب داشبوردمون لود شد. چطور تغییرش بدیم؟ مثلا من الان میبینم که آپ تایم توی سیستم اینفورمیشن هم هست و میخوام داشبورد رو تغییر بدم. میرم این بالا روی آدمک و روی داشبورد میزنم. حالا میتونم تیک آپ تایم رو بردارم یا هر تغییر دیگه‌ای که دلم میخواد بدم. خب داشبورد اوکی شد. قدم بعدی اینه که بدونیم زمان سیستم درسته یا نه. توی سیستم اینفورمیشن هم میشه اونو دید. این به این درد میخوره که بعداً نیاز یه سری کارها رو زمان بندی کنید و اگه زمان سیستم با زمان واقعی شما یکی نباشه همش باید تبدیل کنید که باید روی چه ساعتی بذارید که مثلا بشه 3 صبح شما. اگه زمان سیستم درست نبود از منوی سمت چپ میریم توی منوی سیستم، روی دیت اند تایم میزنیم و اینجا میتونیم تایم زون رو تغییر بدیم که برای من مشکلی نداره و روی تهرانه. بعدش اگه برای سیستم آپدیتی اومده اونو نصبش میکنیم. برمیگردیم توی داشبورد، وقتی آپدیت اومده باشه زیر آپدیت اویلیبل میزنه یس. روش کلیک میکنیم و وارد صفحه آپدیت میشیم. 59 تا آپدیت اومده که مربوط به دبیان و OMV هستن. این بالا روی اینستال آپدیت میزنیم تا نصب بشه. کانفرم یس، ثبت میکنیم تا آپدیت بشه. توصیه میشه هر وقت آپدیت جدیدی میاد نصبش کنید که هم همه چی امن بمونه و هم به مرور حجمش زیاد نشه. OMV بر پایه نسخه پایدار دبیانه و آپدیت ها قبل از ارائه بارها تست شدن. اگه به این ویدیو و پلیلیست علاقه داشتید پیشنهاد میکنم لایک و سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. بقیه ویدیوهای کانالم از قسمت هوم چک کنید که دسته‌بندی شده. من اینجا در مورد بیت کوین، سلف هاستینگ، لینوکس، کامپیوترهای تک بورد مثل رزبری پای و آخر هفته ها در مورد شبیه سازی و نوستالژی ویدیو میذارم. خب آپدیت تموم شد. اون خطای کانکشن لاست هم طبیعیه. روی کلوز میزنیم. از این نوار زرد رنگ تغییراتی که انجام شده رو تایید میکنیم. کلا سبک تایید همیشه توی OMV این شکلیه. هر تغییری بدید باید 2 بار تاییدش کنید که از نظر خیلی هم رو مخه. حالا که آپدیت ها نصب شد روی علامت پاور میزنیم و سیستم رو یه بار ریبوت میکنیم. کانفرم یس. ثبت میکنیم تا سیستم ریبوت بشه. بسته به کامپیوتر شما ممکنه بین 20 ثانیه تا چند دقیقه طول بکشه تا دوباره بالا بیاد. این وسط اگه صفحه سیاه شد و خطای 503 داد و اینجور چیزا مشکلی نیست. صبر کنید تا OMV کامل بالا بیاد. بعد از اینکه OMV بالا اومد یوزرنیم و پسورد رو وارد میکنیم. خب یادم رفت که پسورد رو عوض کردم. یوزرنیم و پسورد صحیح رو میزنیم و لاگین میکنیم. چون آپدیتش کردیم تو قسمت آپدیت اویلیبل دیگه الان زده نو. میتونیم بریم این بالا و نوتیفای که مربوط به قبل رو هم پاکشون کنیم. این سیستم کلا خیلی سبکه و میبینید که فقط 400 میگرم داره مصرف میکنه. سی پی یو هم تقریبا استفاده نمیشه. نمودار سی پی یو رو هم اگه یه ریفرش کنیم فکر کنم دیگه باید بیادش. اینجا میتونید ببینید وضعیت سی پی یو چی بوده و سمت راستش یعنی لود اوریج هم نشون میده که در بازه‌های زمانی 1، 5 و 15 دقیقه گذشته به طور میانگین لود سیستم چطور بوده که بعداً خیلی بیشتر به کارتون خواهد اومد.
خب این از تنظیمات اولیه OMV. تو قسمت بعدی دیگه نس ما عملا راه میفته، پس تا قسمت بعد مراقب خودتون و دیتاتون باشید.